راستی دیدی اون روز؟ شوهر من خوشگل‌تره. عزیزم من شوهرتم دست بیل نیستم. ببخشید از بچگی رو مونده. من ببینم چرا داری گریه میکنی؟ چتری زدم میخواستم شبیه تیلور سویفت شم، شبیه جیم کری شدم. چه بریم بیرون؟ نه بابا حال ندارم، آماده‌شم موهامم چربه. بابا موهاتو بگی بچسبون کف سرت، از پشت ببند سفت دیدم. یعنی خودشون به خودشونم ترفند میزنن. کجاست؟ چی کجاست؟ شومیز مشکیه که پارسال خریدم و کجا گذاشتم؟ عشقم جنی یهو از خواب میپری یادت میافته لباست نیست؟ با این کفش خیلی تنگه، اصلا نمیتونم با این راه برم. شاید کوچیکه. من 38م، این 37ه. خب چرا خریدی؟ بابا از این مدل همین یه دونه سایز مونده بود دیگه، خوشگل بود. اندازتون نیست روانیام. بابا عزیزم عیب نداره، برمیگرده دیگه، دیوونه. چرا این شکلی گریه میکنه؟ بابا این موژه کارش گفته اشک به موژه هاش بخوره اکستنشنش میریزه. یعنی تو بدترین شرایط روحیتونم فکر خوشگلیتونی. من 4 روز با من قهری دیگه، قهر نباش دیگه. ببین برات کادو خریدم. پس آشتی. عزیزم اینا چیه داره اینجوری رگباری میفرستی؟ بابا قهر بودیم کلی ریل سیو کردم، آشتی کردیم همه رو بفرستم. استراحت بده گوشیم سوخت. عزیزم آماده ای؟ من که آمادم، ملینا تموم شه بریم. من آمادم. چرا این شکلیه؟ از خط چشش قرینه در حد قرینه رسید به الان درستش میکنم. بشورونو تو رو خدا شبیه زورو شدی.